و عیسی به اورشلیم راهی شد و همه جا او را ازدحام بزرگ مردم پذیرا می شد. آدمان خواهش می کردند که راه نجات را بنماید و از ملکوت خدا بیشتر واقف گرداند. خداوندا، آموزگارا، نجاتم ده. این آدم پیغمبری برحق است. خدایا نجات بده. خدا را شکر. اما راه حقیقت را بینما خدایا. مردم عیسی را مثل شاه خود قبول می کردند. در یاری ها باجگیری بود زکای نام. او که در آرزوی دیدن عیسی بود به درختی برآمد تا او را خوبتر ببیند. باجگیر است. زودتر آی زکای. امروز من باید در خانه تو باشم. خانه من؟ کی میخواهد به خانه او برود؟ زکای عیسی را میشناسد. گوش کنید. من نصف دولتم را به گدایان میبخشم. اگر از کسی ناحق ستانده باشم 4 برابر میگردانم. و چشمم باور ندارم که باجگیر باج ستاندهش را بازگرداند. حیرت آور. امروز مژده نجات به این خانه رسید، چون که او این چونین پسر ابراهیم است، پسر انسان تلف شده را نجات داد.